چرا باید موسیقی سنتی گوش کنم؟ واقعا با سلام و درود خدمت بینندگان عزیز. این ویدیو اولین ویدیوی چنلمونه راجع به معرفی کردن چنل، اصلا موضوع چنل چیه و چرا باید موسیقی سنتی گوش کنیم. ما چی شد مردم اصلا فرار کردن از این موضوع؟ خواهم اونا رو توضیح بدم و روند چنل به صورتیه که این چند ویدیو رو گذاشتم. بعدش میخوام راجع به موسیقی ها، مثلا انواع تصنیف ها رو اینا رو بذارم واسهتون یه ذره توضیح بدیم راجع بهشون و روند چنل به این صورت خواهد بود. حالا ما چرا باید موسیقی سنتی گوش کنیم؟ ببینید، موسیقی ها که عادی مثل پاپ و حالا رپ و اینا عادی هم نیست. حالا موسیقی لذت بخشه واقعا. بعد این موسیقی ها چند تا جنبه دارن: شاد، غمگین، هیجانی. این جنبه های زندگی ما غمگین میشیم، شاد میشیم. ولی یه چیزی که مردم درک نکردن، اولا موسیقی سنتی به غیر از جنبه شاد و غمگین که داره، یه مرحله دیگه داره. وقتی شما به اون مرحله برسی، یه احساس شوقی درونی داری و یه اشکی ازت میاد که نه به خاطر خاطره است، نه به خاطر از دست دادن عزیزه و نه از این قبیل موضوعات. یه شوق عجیبی داره، یه اشک عجیبی داره وقتی درکش کنی قشنگ. به عبارت دیگه ما اون وارد عالم معنوی میشیم. اون حسو تو هیچ موسیقی احساس کنم درک نکرده باشید که. و وقتی این موسیقی سنتی رو گوش میکنید، موسیقی اصیل ایرانی رو گوش میکنید، وقتی خوب باش اخت بشید به اون مرحله میرسید. حالا چرا مردم گوش نمیکنن؟ یه ذره صحبتش میشه مردم سری گارد میگیرن و دور میشن از این موسیقی. به این دلیله که زمانی که موسیقی ما با تعزیه خونی آمیخته شد، وقت تعزیه خونی برای چی؟ در اصل واسه اشک مردم در آوردنه. خب اینجوری رواج پیدا کرد. حالا بعضی تعزیه خونه ول کردن اومدن خواننده شدن یا اینا موسیقی غمگین. فکر کنم واقعا موسیقی بطنش همون غمگین بودنه. در اصل موسیقی ما یه سرزندگی، هیجان، یه قلدری خاصی داره، مثل استاد ایرج که میخونه مثلا. حالا تو ویدیوهای بعد راجع به اساتیدم توضیح میدم. موسیقی اصلا به هیچ وجه غمگین نیست. موسیقی سنتی ایرانی خیلی حالا میگم دیگه، بعضی مثلا قاری بودن یا مثلا مداح بودن، اومدن توی این سبک، چون به اون توی مداحی یا توی تعزیه باید اشک مردم در بیاره، حالت غم انگیز به ملودیا میدادن، مردم فکر کردن واقعا موسیقی سنتی همینه، در صورتی که اصلا اینجور نیست. حالا من آخر ویدیو یک آواز میذارم از استاد رامبد صدیف که اردبیلی هستن و دوست صمیمی استاد شجریان هم هستن. ببینید آواز درست واقعا این شکلی خونده میشه. خیلی ممنونم که از ویدیوهای ما رو میبینید. حتما اگه خوشتون اومد از ویدیو لایک کنید یا سابسکرایب کنید و همچنین نظرات خودتون راجع به این ویدیو کامنت کنید برام تا ما بهتر بتونیم ویدیو بسازیم یا کیفیت ویدیو بره بالاتر دیگه. ممنون. در پناه خدا باشید. Oh